میشه که بچه 2 تا مدرسه بره؟ نه. بچه ها رو نابود میکنن به خاطر اینکه تو فراخوانا شرکت کنن. همزمان 3 تا مؤسسه بچه رو ثبت نام میکنه. خب خدا رو خوش نمید، بچه گناه داره. خب همینا هی فیت میشه، سر هر کاری بچه رو میبرن، بچه سوخت میشه، خسته میشه، ظلم میکنن به بچه ها. بابا ما میدونیم داریم چی کار میکنیم. به یک مجموعه، هر مجموعه، یا من میگم یا مجموعه من یا مجموعه دیگری، به یک مجموعه ارتباط کنید، بعد انتها با اون بریم. یا یه سریام میان اینجا دوباره اینجا رو ول میکنن میرن یه جای دیگه، دوباره برمیگردن از اینجا شاخه دوباره به میرن. شاخه برن. این هم بچه رو حیف میکنه. یک جا رو بگیرید برید، مشخص رزومه دیگه. حالا هر کی با هر جا که دوست داریم. من تمام همکارامو بهشون احترام میذارم و میدونم همه با جون و دل دارن کار میکنن. به این خاطر خیلی حاشیه خانواده ها میتونه صدمه من که خود حافظی میکنم. من ترجیح میدم که با یه اندکی کار کنم ولی حرفه‌ای، چون اونورم حرفه‌ای کار میکنم. یعنی مطمئنن به من بچه‌ای رو که میفرستم. من همه بچه‌ام اکثرا نقش اصلی بازی کردن، همه. یعنی کم پیش اومده مکمل و فرعی بشن. حتی در مقابل فراخوانه عمومی بچه‌های من همیشه نقش اصلی بودن و اینو خدا رو شکر میکنم. نوع تدریسم با جاهای دیگه فرق میکنه، چون من دیدگاه هم نسبت به کودک و نوجوان دیدگاه کودک و نوجوان نیست. من میگم بازیگر بازیگره، رنج سنی درش معنا نداره. یک بچه 1 ماهه، یک پیرزن 80 ساله، خانم 20 ساله، خانم 18 ساله، بچه 5 ساله همون تایم آفیش میشه که یک بازیگر 3 ماهه. این تفاوتی نداره و بنابراین بازیگری فرقی نمیکنه، رنج سنی درش معنا نداره. یک شغل هنری است که بسیار سخته. ورود بهش حرفه‌ای باید برخورد کنن، آکادمیک حتما باید یاد بگیرن و موندگاری درش که دیگه از ورودش هم سخت‌تره، چون باید حرفه‌ای برخورد بشه. حرفه‌ای برخورد نکنه یه محیط کوچیک در این بزرگ بودن میپیچه و دیگه کسی باشون کار نمیکنه. خوشحالم که بچه‌های قدیمی، من همیشه میگم یارای قدیمی، من شاگردام انقدی بودن با هم بودن، الان انقدی ان یه سر گردن از من بلندترن، الان هم هستن، تو همین اجرا هم هستن. یارای قدیمی هستن. این اعتبار منه. بچه‌ها اعتبار منم، به خصوص کسایی که از قدیم تا الان کنارم. این اعتبار منه واقعا. سر فیلم برداری از کارش سخت آفیش میشه میاد اینجا، سر کار اتاق همه جوره بچه‌هام کنارم. این قوت قلب من و اعتبار منه. همیشه میگم. ممنونم ازتون قربونتون، خانم. خدا سلام. نگهدار.